شریف. کلیساله مرا تنها گذاشتم، نباید مرا ترک میکردی. راست میگویی برادر، باید ترک نمیکرد. به دنیا آمدن و رفتن در دست ما نیست. وقتی که اجل آید دیگر هیچ چیز بهانه نمیشود. کلیساله جیگرم میسوزد. انشالله با دعای ما خداوند تو را عذاب نمیدهد. سوله قدر و قیمتی تو را ندونستم، ببخش مرا. خانم سعادت، التجا میکنم خودتون رو به دست گیرید. فکری نازیه رو کنید، اونا باید شما رو در این حالت بیند. بس کنید. من گناهگارم، آخر من رو تنها گذاشتم، تنها. الو؟ یک چنبرکی گور سفارش داده بودم. برای مزار بود؟ بله. حاضر، بعد از 5 دقیقه در آنجا میشویم. بسیار خوب، زودتر شد. از من با آسانی رها نمی‌یابید. خداوندا این مرد که شربت شهادت را چشیده است، سوال و جوابش را آسان گردانیده مکان آخرتش را جنت کن. آمین. مکان آخرتش را جنت گردان. آمین. همسایه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بگردان. آمین. گناه او و جمله ما را مغفرت کن. آمین. برای رضاگی خدا دعا بکنید. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خداوند رحمتش کند، خداوند گناهش را ببخشد، عزی مرا قبول کنید. Bedir'in aslanları alacak bu kadar شاهدی. انا نگاه کنید، به من گفته بودید که اگر شهید شما از پس من گریه نکن. انا بینید من گریه نمیکنم پدر جان. پدر جان میتوانم که یکون کس نبیند تا کمی گریه کنم. من همیشه در حق شما دعا میکنم. پدر جان آروم خواب روید، مایلش
دخترم. پدرم به جنت رفت. انشالله دختر جان. اگر من هم به جنت روم پدرم رو بیابم. البته میون انسان با دوستانش یک جا میشه. یعنی با هم دیگر میشویم؟ انشالله نازیه، انشالله. همدردیمان را قبول کنید. هی! ایست بگویم این را کی فرستاد؟ کی فرستاد این را؟ این از کجا پیدا شد؟ این را ماجی روان کرد. اگر قسم میخورم که خیلی آدم را نمیشناسم. اینها کیستند؟ پس این چیست؟ اگر کاری ماجی نباشد این پس این چیست؟ این چیست؟ این چیست؟ احمق در کجاست؟ ماجر در کجا؟ اگر قسم میخورم کی بودن اونها رو نمیدانم. گبزن نباشد تو را میکشم. میکشم. آدم ها کیستن؟ گبزن در کجا؟ گبزن نباشد شاید اشتباه شده باشد. تو در اینجایی بازی رفتن میخواد. بچه ها ای بست ما در خبرستانه. مالش ظریف یک دقیقه ایست. کو اینجا بیا گبزنت کو گبزنت. این را از کجا گرفتید ها؟ گبزنت. با تلفن سپارش دادن او را ندیدیم. چقدر تلفن کی سپارش داد نگویم. کنی شناسنامه‌تان رو دهید. گوش میکنم. زودتر. عارف چیال داری؟ توفای ما رو گرفتم. من آنها رو پنهان میکنم و به تو حیوان میخورانم. اینش رو هم گیر. من با تو تعزیه بیان کردم. تو باشی چگونه رفتار میکنی ها؟ با تو خوبی هم نمیرسید است. زلوکت را گیر. تو در کدام سراغی پنهان شده ای؟ اگر مرد باشی برا عارف من برآمدن میخوام اما متاسفانه از تو خیلی دور هستم. ای نابکار اگر به 7 خبدی زمین فرو رفته باشی هم تو را میابم. انا اکا این همون مجیر است. در سری بازار هم ما رو آرام نمیگذارم. در اینجا نشد نداشت تحقیرمان میکنم. بس کن. آنها کوشش دارند که ما را به غضب آورند. شما باشید با خواسته آنها عمل میکنید. آفرین به شما. رفیق سردار آخر چیکار کنیم؟ چه خیل به غضب نآییم؟ آیا تبلک و دایره زده در سری مزار اکای سالی رقص و بازی کنیم؟ من دیگر این لباس را نمیپوشم. چیکار میکنی اکای صالح در مزار خوابیده است. ماجری رزیل باشد کیف و صفا کرده میگردد. پس چگونه ما این لباس نظامی را باور کنیم؟ چگونه پوشیم؟ سرمون را با کدام افتخار بالا کرده گردیم؟ اگر تو این نابکار به خبر ندارد من این لباس را باور نمی کنم. هیچگاه لباسی که تو نمیپوشی به ما هم حرام است. راست میگوی اکا. همه گپ‌های درست است. ما حق پوشیدن این پیراهن را نداریم.
خاطر پدرت را مییابیم نازیه جان. قسم میخورم، قول میدهم که خونبه های او را میستانم. اکای اوری و من پدرم در کن. آخر با قاتل من چیکار دارم؟ کنی لباس هایتان را پوشید. تا قاتل اکای صالح را نیابیم نمیپوشیم سردار. گمانم که قسم انتقامی مرا گرفتن دارد. به نزد صالح رفتم بلا بعد در آمدم. میدانم که همه شما غمگین هستید. باور کنید من نیز غمگینم. اگر حاج صالح از مزار خیزد آیا میدانید که چی میگوید؟ میخواهید که من برای شما صالح شوم ها؟ میخواهید؟ حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه آله و سلم این گونه سوال داده بود: میدانید مرد حقیقی کیست؟ در بین شما مرد حقیقی هست؟ یگان کس جواب داده میتواند. عارف تو هستی؟ کارلوس؟ والتا آیا تو هستی؟ مرد حقیقی همان شخص است که در کدام شرط و شرایطی نباشد غضب خود را فرو برد. آیا پیامبر ما این را نفرموده است؟ شخصی جسور نباید مغلوب غضب خود باشد. این نوبکار برای ما را به غضب آوردن تمامی کارا میکنند. همان آدمی گفتگی تو شیطان است. ما بندگان خداوند هستیم. او باشد خدمتگار شیطان است. تمام راه را پیشه میکند. شما گرفته او نشوید. چرا به دام او میافتید؟ نفس شما انتقام را زیبا نشان میدهد، اما حقیقت این نیست. اگر شما خود را محبوبان و فدایان این راه شمارید، دانسته گیرید که راهی ما راهی حق است، راه شیطان نیست. اگر برای انتقام گرفتن برای پس نفس شما راهبری شما می شود. اگر راهبری شما شیطان شد، توبه استغفر الله. باید زیرکی را از دست ندهید. حالا باشد زودتر لباسهایتان را پوشید. عارف زودتر شو، کارو درست نکن. میدانم که این رو میپوشی. سردارم عذر میخواهم، اما من قول دادم اگر جان آن پرید را ستانم به خاطر اکای صالح میکنم، تنها به همین خاطر. من به شما راهی پیامبرمان را نشان دادم. خودتان میدانید. هر کاری که میخواهید کردن گیرید. هر کاری که میخواهید کردن گیرید. من همیشه آمادم. دخترم بیا میرویم. مادر جان التجا میکنم کمی دیگر استیم. جانکم باز می آییم. ما هم می آییم. رفتم در کار. آرام شد. لبیک. آقای سردار، من امیر از استکبارات. گوش دارم امیر.
هنگام جستجو نمودن خانه ماجر یک خبر عاید نقلیات سلاح را دریافت کردیم. چه خیل نقلیات سلاح ها قیمی شده است؟ سلاح های مخصوص بوده است. شاید در بین سلاح های بزرگ هم باشد. امیر تو چی ها میگویی؟ نقشه آنها چیست؟ نمیدانم آقای سردار. با کجا بردن سلاح ها را فهمیدیم. به اینجا بیایید خوبتر بشود. میلش سراغ را ده. بله میدانم. خوب شده است. شما در آنجایید. با یگان جا نروید. کارمندان استخبارات در راه جستجوی کردن خانه ماجر خبر انتقال لوازمات جنگی را یافتند. شاید ماجر آنجا باشد. چگونه لوازمات جنگی بوده است آقای سردار؟ گفتند که سلاح‌های کلان و راکت ها بوده است. اکنون به دستم میافتی ماجر. برادران زودتر باشید. فرصت میخواستم اما فرا رسید. زودتر باشید. عارف ایست. عارف این کاری تو به من معقول نشد. جسد ماجر را به نظرتان بیارم فکرتان دیگر می شود. خوش آمدی برادر. خوش باشه که یگان نفهمی است؟ که همش خوب است. گبزن سنجر یراقای فرمایشی از سوریه آمدن اکا در گراژ می باشند. هوشیار باشید. میدونید که دشمنی زیاد داریم. میدانم اکا. شما نگران نباشید. به اینجا می آید؟ می آید. شما احتیاط کنید. بارها را فرارید. من گرد و اطراف را نظارت میکنم. همه تان هوشیار باشید. اشتباه نمیخوام. ماجر همه ما را هلاک میکند. روید. سردارم ما در داخلیم. منتظری فرمان شماییم. فهمیدم عارف منتظر شوید. شاهین از شما چه خبر؟ سردارم ما آماده. ماجر آمد. سر کنید. ماجر را زنده میخواهم. آماده اید برادران؟ تا اینها را نکشیم نمیرویم. آماده ام عارف. فراموش نکنید به خاطر اکی صالح. برای اکی صالح سر میکنیم. عارف داد و گریف سر شد. چرا ایستاده؟ بیا حمله کنیم. یک لحظه ماجر را در آنجا نمیبینم. شاهین در بین آنها ماجر را نمیبینی؟ نه نمیبینم. شاید از ماشین نفر آمده باشد. کمی کشوید بینم. انا همش در اینجاست. استحصال نو است. فهمیدم. این قطعه یراق به ما لازم است. این را فوراً بردن در کار. باقی مانده یراق را باشد در انبار خالی کنید. خوب شده است. بار کنید. رفیقان حرکت میکنیم. میرویم. بسم الله. بسم الله.
پرتوی سلاح داد پلیس تعینات مخصوص ماجری رزل در کجا باشد؟ او را نمیبینه؟ ماجر در اینجا نیست عارف. این پلید در کجا باشد؟ شاید نامده باشد. سردارم ماجر در اینجا نیست، در بین این آدمان نیست. چه خیل نیست؟ چه خیل رفیقم؟ شما باوری دارید؟ نیست سردارم، نیست. در ماشین هم نیست. در آنجا ماجر نبوده است. آقای سردار ما منتظر بودیم که او هم بیاید. با فکری من نکن. حیف میشوی. تو کیستی؟ یک رفیق ماجر. اکا اونها میآیند. نگذارد که نزدیک شوند. شما روید. زودتر از اینجا رفتن لازم. شما گفتم روید. زودتر به ماشین سوار شوید. کارلوس میگریزد. دستی من یگان کس نمیگریزد. یا میرویم. من میروم. بایلا شو. بچه ها یا ما یا این که پرانید بچه ها. مردنوید. سلاح ها را بردارید. اگر با ماشین هم نکنه سردارتون رو میکشم. مرا فهمیده؟ یک طرف بچه ها، یک طرف. سردارم. سردارم خوب هستید؟ خوب هستم. ماشین گریخته رفت. این چی خیل کار میکند میدونی؟ این را به طرف خودت کش. این را کشو و پروندن گیر. کنی به من ده. این را گیر. این طرف گذار. مردنه. کارلوس احتیاط شو. بیشرفان مردنه. صدها. داد نزن پلید. با کی داد رفیقان نکنی؟ یک کردکی دیروزه چرا با سلاحی بزرگ سر و کار میگیری؟ خش
حجت داری؟ حجت؟ ها حجت. چی خطر دیگر منتظر میشوه؟ نگمانم که پرونده نتوانست. اکا گردنم شاخ شد. چی برخیزم؟ اگر از جایم خیزم باز پیدا نشود. اگر پیدا میشد که ها باید پیدا میشد. شاهین! کارلوس! شاهین! کارلوس! خیزید همه جا آرام شد. میتوانید برادرها برآمدن گیرید. برآمدن گیرید از چیست؟ اکا گویا که ما بازی پیران شوک داریم. الو اکای مجر با ما حمله کردند. قیدات مخصوص حمله کرد. همه رو با خاک یکسان کردند. اکا همه رو کشتند. همه رو کشتن؟ تو در کجایی؟ در راه هم اکا. مالها کجا شد؟ در دست من است اکا. یگان کس شما را نظاره ندارد؟ نه اکا، مرا در همه جا میجویند. آرام باش. زودتر ماشین رو ترک کن. یگان ماشین دیگر یاب، قطی رو به اینجا بیار. فهمیدی؟ اگر از یگان کس شبه کنی به اینجا نبیا. ماجد نقشه ها را با خود یکسان میکنی. در همه کار همراه شدن شرط نیست. آنها برادری مرا کشتن، برادرم را. حالا که فرصت دارم همه آنها را میکشم. بس کن. آرام شو. آرام شو. آیا راکت ها را هم گرفته باشند؟ نه. آدمی ما با قطی آنها را میارد. بسیار خوب. اینجا بیا و تو یک چیز را نشان میدیم. آیا سبب استفاده بردن این سلاح ها را میدونی در چیست؟ البته برای شکار کردن نیست. میدونی اینجا کجاست؟ مکان پلیس ها. فردا باید به اینجا حمله کنیم. در درون چند نفرند؟ تقریبا 15 نفر کار میکنند. نباید آنها زنده مانند. این کار را کرده میتوانی؟ قبلا کرده بودم. برای من آسان است. کجاست این ماجری رزیل؟ همیشه از دستمون میگریزد. اکا حتما او رو میابیم. کمی صبر کن. کمی دیگر صبر کن. حال او بدتر میشود. البته در یگانجا خطایی میکند. آقای مدیر، سنجر آدمی ماجر است. نمرده است. زخم برداشته است. زود رفته او را بینید. با جگان دیوانگی نکند. تو سردار کارلوس من میروم. خیز از جاید. خیز برداشته. نه او را بلا نزده. جناب انا حاضر باشد زخم برداشت. آخر این کار رو نکنید. آخه چکار میکنه؟ گفزن نبکار. گفزن میگویم موجی در کجان؟ گفزن میگویم موجی در کجان؟ گفزن. کدام موجی؟ فهمیدم. او عقلش رو خورده است. فهمیدم. یکی جا میکنم. با تو هم فرمایید. نمیفرمایم برادر. تو این پلید گپ نزدن. نمیفرمایم. یکی جهت شد گفزن میگویم. تو کار نشو. عمل گوش کن. موجر بهترین دوستی مرا کشت. دوستی جانی هم را کشت. امروز باشد. باز از کجای سلاح گرفته. خدا میداند باز قصد جان چندین نفری دیگر را دارد. گفزن. گفزن. فرمایید. گپ نزنی. از خودت پیله کن. بس کنید. چیکار میکنید؟ من این حیوان را بگیرم. یک طرفش تو برادر. کارو که تمام کرده برمیگردانم. این کاری شما غیر قانونی است. فهمیدم برادر. آخر یک حیوان رزیل است. مشکلی به میان نمیآید. کو کارلوس بردار. اکا میبردارم. اما وضعیت در اینجا خوب نیست. باز سرمون در بلا نمونه. کارلوس اگر این پلید به گپ نداراید بعد سرمو به بلا میماند. کجاتر رو کرد. نگران نباش. از بیشتر خوب میشود. آریف، دادستان در اینجاست. هرگز با این آدم سر کار نگیرید. نباشد سرمون در بالا میماند. در بلا ماند موندن گیرد. کردان نشو. و تو وعده میدیم او را به نزدیتون میارم. نگران ما نباش. حق این کار رو کردن نداره. فهمیدم. بعد از 2 دقیقه او را میارم. بله، با فرمان استخبارات این کار را کردیم. 2 نفر از پلیس زخم برداشته است. شکر خدا که یگان کس نمرده است. سراغه انبار از کی گرفتید؟ رفیقان در این مسئله جستجو دارند آقای دادستان. اگر از آنها نفری را دستگیر کرده باشد بیانات او را باید گیریم. خوب شده است آقای دادستان. سردارم، 1 دقیقه شما را. آقای دادستان اجازه دهید. چی شد؟ بخیر است؟ عارف باز دیوانه شد.
آدمی زخدار را از ماشین فراورده به گپ درآوردنی است. چی؟ رفته پیش راهی او را گیر. آقای دادستان در اینجاست. گفتم اما گوش نکرد. سر ما در بلا میماند. گپ زن پلیس. مهاجر در کجاست؟ گپ زن. دم شوید. دم شد از پیش گپ زن. بگو گفتم گپ زن نگویم. باید که چهار چطور گپ زنیم ها؟ زودتر گپ زن. گپ زن احمق. به کجا حمله کردنی بوده؟ گپ زن. به کجا حمله کردنی بوده؟ مغزم رو میترکاندم. بازارها رو میترکاندم. همه جا رو میترکاندم. شرفان همه جا رو میترکانید ها؟ همه جا رو میترکاندم. نشون میکردید همه جا رو میترکاندید. گپ زن. این کاری کرده ایشون جنایت است. از بالای ایشون شکایت میکنم. من از تو 3 دقیقه اجازت گرفتم. برادر آخر گفته که مو گپ نه. بود برادر. خودش چی گپ؟ خدایا توبه. اینا کارمندان شما؟ بله. از بالای همه شما شکایت میکنم. همه شما. آرام شو. فهمیدم. ایست من خودم این کار را حل میکنم. آرام شوید. عارف او را سرده. سردارم این رازل در کجا بودن؟ این ماجر را میداند یا نه کاردار نشو. او را سرده. دادستان در اینجاست. حیات هممون میسوزد. آقای سردار سلاح‌ها چی میشن؟ و کجا رفتن آنها رو از کجا میفهمیم؟ نمیدانم اما با این راه نه. آقای دادستان یک دقیقه اینجا بیایید. کارمندانی درست شکنجه میکنن. چی ها میگویی؟ راست میگویم جناب. آمدم باش از میخود بینید. گپ زن نباشم تو را میکشم. آقای بس کن. شاهین تو گپ نزند. او را با اون کس نمیسپارم. گپ زن. ماجر یک قاتل در کجاست؟ نباشد تو را میپرانم. گپ زن میگم در کجاست؟ جناب آنها در اینجا. بیایید. بس است. سلاح را پایان کن. بس چی گپ؟ آقای سردار شما تماشا داره. آفرین. شما از اصلی کار بیخبرید. سردارم این کار گناهی ندارد. او را گرفته بره تبابتش کنه. ایستد تا اقرار نشود. او را با شما نمیسپارم. بله گفتم. تو است. این را بینید باز اقراری میکنن. تو را از وظیفت آزاد میکنم. آقای دادستان یک دوست ما شهید شد. این رزیل باشد مکانی قاتلان را میداند. سلاح دزدیدند. خدا میداند بازخانه ای که را میسوزانند. اگر آدم بر این کار بکردید نه رفیقتان شهید میشد و نه آنها کیف و صفا کرده میگشتند. عمل گوش کن دادستان. برادری ما شهید شد. برادرمون شهید شد. بفهمی؟ تو میگه من یاری تو چی کار کردنی ها؟ برادر شهید ما برای این وطن جانی خود را فدا کرد. دخترچه خردی و یتیم ماند. او را تو تربیت میکنی. او را تو بابایم میرسانی. حیات شما سوخت. شما تمام شده. شما را باب میکنم. و دادستان حمله کرده. به اجازت شکنجه داده. از قفای تروریستان دویده از آنها بدتر شده. اگر سردار قاتلان جای را کنند من فهمیدی؟ بس کن. آمدم تو را میابم. آن وقت میبینی که احوالی کی بد بشود. این برای یک همونجا پوستی مرغ مانده بود. استواناش مانده بود. او خدانش بو نمیکنه. جوابش ببرم. شما پیشتر در ملیسا کار نمیکرد؟ در ملیسا کار نمیکردم. سلام دکتر.
گردک عارف. جواب این کاری کردن تو رو میده، خصوصا این 3 نفر. حالا میبینید جوابش رو میده. تو چی ما رو میترسانی؟ که زندانی کن ببینیم. رفتیم اکرم. رفتیم این رو بینید، باز یک روی دارد که با آن جوان ما میخورم. این دختر دیوانه شده است. دیگر وان نمیخوری. تمام و سلام. چرا شما من رو نمیفهمید؟ من او رو دوست میدارم، او هم من رو دوست میدارد. یکدیگر رو نباید دوست دارید. من تو رو برای این گونه جوانی آدم دوست خواردگر به سر سلاح میداشتگی تولد نکردم. خیر فهمیدم، یک حادثه ناخوش گذشت، قبول دارم، اما اومده من رو نجات داد. این را بینید، خود اومده من را نجات داد میگوید. دخترم اگر این آدم نمیشد تو را کی آمده بگرام میگریفت؟ تو از این آدم چی خوبی دیدی؟ چی خوبی دیدم؟ جوابش آسان است مادر. کنی گپ زن. اون چیزی که از شما نیفتم در این پسر یفتم، صمیمیت رو، حقیقت رو، از همه مهمش این که محبت رو. وای بر حال تو، هرگز سخنی تو را رد نکرده بودم. در بهترین مکتب تحصیل کردی، وقتی که کلام شدی در حال به تو مارشه خریدم. چی؟ مگر من از شما پول میخواستم؟ من محبت شما رو میخواستم، اما شما در نوبت من همیشه مشغول بودید. سنم، من به تو حیرانم. چی بود تو رو سحر و جادو کرده است؟ مادر من رو دیوانه نکنید. میگویم که او رو دوست میدارم، با او خانه‌دار میشم. چرا این رو نمیفهمید؟ نمیشوی، با او خانه‌دار نمیشوی. دوی مراتب با او نمیخوری، از این خانه بیرون نمیبرایی. مادر من رو سر دهید. تو باشی دلی مرا رنجاندی. راه کرد، زودتر راه کرد. شد، زودتر برده آنها رو محکم کنید. فردا جزایش را در محکمه میبینم. آقای دادستان، در روزهای نزدیک یک رفیقمان را از دست دادیم. به حرمتی و خاطر بینید، از شما خواهش میکنم وعده میدهم که دیگر تکرار نمیشود. هر کسی که به دست سلاح گیرد دیگر خودش را نمیشناسد. ببرید آنها را. عارف چیکار کردی؟ سومن، آخر مجبور بودم، باید او را به گپ میدر آوردم. اگر زندانی شدی چی؟ خیر، در زندان خواب میرویم. چیکار میکنیم؟ اینجا چی میشود؟ من چی میشود؟ گوش کن سومن، یک عارف میرود، به عوضی او 1000 عارف دیگر میآید. تو فکری مرا نکن، تو فکری دستگیر کردن ماجر را کن. تو چی کار کردن؟ بس کن خانم، حالا وقتی زیاد نیست. تو رو به پلیس خانه میبرن؟ دادستان فرمان داد. چه فرمانی احمقانه بوده است. شبهی من شب و روز زینی جنایتکاران میجنگن، شما باشه دو رو دستگیر میکنید. اپای فاطمه بس کنید، به این هم کارها بد است. من بیزارم از این گونه کارها. شبهی من رو سردید. آقای سردار زودتر باشه. فاطمه آرام شد، ما خودمون حل میکنیم. او رو ببریم. مایلش بس کنید اپای فاطمه، بیایید نگران نباشید، انشالله میبرایم. سومان، یک دقیقه اینجا بیرون. التجا میکنم سنم خبردار نشود. اگر پدر و مادرش فهمد کارها چطور میشود؟ نگران نباش، نمیگویم. اگر با من تلفن کند، تلفن من خاموش است، تلفن در دست تو است، یگان بهانه یا مایلش. ظریف، خانه را ناز نگاه بین کن. شما نباشید من با آن خانه نمیروم. رفته چی کار کنم؟ بوتا جان،
سنم جان گریه نکن. صحبت را بس کنید، وقت را نگیرید، کلی زودتر با ما شینید. خواهش میکنم آرام شوید. ای اوری، من چی میگویم تو باشی چی کار میکنی؟ دیگر از این حجره نمیبرایی. اویو من کودک هستم. چرا از حجره نمیبر اومده بودم؟ با یگان که زنگ نمیزنی. کنی این تلفن؟ در کجاست این تلفن؟ تلفن در کجاست؟ نمیدونم. گوش کن، با اون پسر خبر ده که تو را دیگر فراموش کند. اگر یک مراتبه دیگر به خانه بیاید به خدا قسم پلیس را چشم میزنیم. تمام شد، تمام و سلام. کارلوس از مرلوس از تمام شد. دیگر او را نمیبینی، فراموشش کن. اگر فهمم که یک باری دیگر با او زنگ زده ای تو را لطو کوب میکنم. مادر تنها لطو کوب نکردنتون مونده بود. من مادری تو میشوم. اگر لازم شود برای بهبودی تو لطو کوب هم میکنم. چی شما شوخی کرده ایستاده اید؟ خانم بیا میرویم، زودتر شو. از اینجا برآمده میرویم. آیا شما دیوانه شده اید؟ در آب کشوید میگویم، کشوید. باوریم نمیآید. خدایا این چی گپ است؟ فکر نمیکردم که کارتوری درجه میرسد. روزی سخت به سرم آمد. از برای خدایا این کار رواست؟ خربز کنید، همش میگذرید. سنم زن بزند. من با او چی گویم؟ تو با او گپ میزنی؟ نه، چرا من گپ زنم؟ نه مرا در این کار امورا نکن. گپ زن آخیر. کارلوس؟ نه خواهر جان، من ظریفم. اکا ظریف؟ کارلوس در کجاست؟ با او چیزی نکن. کارلوس در کجاست؟ چیز کارلوس؟ اکا گپ زنید، یگون حادثه شده است. نه، یگون حادثه نشده است. پس چرا شما با تلفنی او جواب میدهید؟ گوش کنید، اگر یگون چیز شده باشد به من گویید. ای خواهر جان، این گونه سخن نگوی. میپرسد یگون حادثه شده است. آخر من دروغ گفتن نمیتوانم. چرا گوشی را به من دادی؟ یگون گپ بافته بگو که از پی کار برآمده است. پس چرا تلفنش در دست من است؟ گپ زن که فراموش کرده است. الو اکا ظریف. گوش میکنم خواهر، گوش میکنم. کارلوس از پی کار برآمده رفته است. چه کار بوده است؟ شما خودتون در کجایید؟ ما در شعبه هستیم. تلفنش را اینجا فراموش کرده است. دروغ میگویید. آیا یگون گپ شده است؟ چی زخم برداشته است؟ نه خواهر جان، در بیمارخانه نیست. او را دستگیر کردن. چی؟ چرا او را دستگیر کردن؟ واقعی درو دراز است، بعد میفهمانم، اما نگران نباش، آزاد میشود. چی؟ کسی او را بند کرده است؟ کی بند کرده است؟ سنم وحیمه نکن. مایلش، من دیرتر زنگ میزنم. چرا او را دستگیر کرده باشد؟ عجب چی شده باشد؟ حالا من چی کار کنم؟ باید از اینجا برویم.
درآیید. ای خدا. برادران درست نشده؟ یک خوراک بیارم؟ در نزدیکی تامهای بالازت است. اگر خواهید سپارش میدیم. نه برادر، تشکر. حالی خوراک خوردن هم نداریم. الها به زودی آزاد شوید. رحمت برادر، سلامت باشید. اگه یاریف دیدی عدالت دنیا همین است. از سرشان ماند عدالت دنیویشان و ما عدالت آخرت لازم است. همین قدر. اکا اساس به ما عدالت دنیا لازم. ما دشمن رو میپرونیم. آنها باشند تبابت میکنند. بگذار مورند آخی. برادران عاقبت کارمان خوب نیست. از اینجا دیوانه شده میرویم. بالتا البته دیوانه میشویم برادر. آخر روزی دراز از پس جنایتکاران و قاتلان میدویم. خودت میدانی که آنها آدم را دیوانه میکنند. چطور دیوانه نشویم برادر؟ چطور دیوانه نشویم؟ اکای سالی از عهده این کارا چه خیلی زود میبرآمد. مرد عجیب بود. هرگز غضبناک نمیشد. باره هم از دهانش سخن خبر شنیدید؟ نه؟ اکای سالی مثل ولی بود. قیمت او را ندانستیم. کلمه مثل زیادتی بود بولتا. در حقیقت مثل نامش صالح بود. مثل من تنبل نبود. لا حول ولا قوة. گوش کن دخترم، به درون می درایم. بیا خوبترش مثل آدم های با مدنیت مصلحت کنیم. سنم دخترم سنم. این دختر به کجا رفته؟ در کجا باشد؟ آروم شو. در کجا باشد؟ کوری کرده او را بینیدم. دو وای را بس کن. خاموش شو. دخترم می رود. نزدی همون جوان می رود. دو وای را بس کن. خاموش شو. کلیدی ماشین را گیر. آیست از پسی او میریم. فهمیدی؟ زودتر شو. زودتر رو کرد. زودتر. با این سلاح تا چند متر پرانده می شود؟ راستی گپ تا مسافه 100 متر خوب می پراند. برای مسافه کوتاه. مسافه کوتاه؟ تو چی ها میگویی؟ ما تیاره رو نمی پرانیم کو. عقلت رو خورده ای؟ منظوری من این نبود. پگاه همه با دقت شوید. حمله با پلیس خانه میکنیم. همه باید کشته شوند. همین خیلی مایلش. نه برادر، ما کاردار نیستیم. مایلش خوب شده است. شب خوش. آیدی کدام مسئله کاردار نیستیم؟ گروه یک. اکنون دقت ما را این کار جلب کرد. با گروه یکم چی شده است؟ عارف و 2 نفر دیگر را دستگیر کردند. تو چی ها میگویی؟ در کجا هستند؟ کاری تو چی؟ اداره اونها رو کیها باز محکم کردیم. دیگر با گروه یک سر کار نمیگیریم. با پلیس خانه حمله میکنیم؟ بله. با پلیس خانه که اونا محکمان حمله میکنیم. فرقش چیه؟ ماجیر دیوانگی نکن. چندین ماه شد که برای این کار آمادگی میبینیم. نقشه حمله کردن و گریختن آماده است. برای آنها شده آدمهایمان رو در خطر میگذاری. هیچ گپ نمیشود. من همش رو به عهده میگیرم. اصلا من از این کاری تو میترسم. با پلیس خانه حمله کردن نمیتوانیم. موضوع خاتمه یا کار مثل نقشه کشیدهمان عملی میشود. پلیس خانه که در آنجا عارف هست برای من کتا یاده. اکا استان رو نشنیدی؟ دمت را گیر. گفتم را اجرا کن. نمیدانم آیا اجازت میداده باشد. آخر اینجا مقامات دولتی است. چرا اجازت ندهد فطرت؟ آخر وقتی نکاح میکنیم بسیار خوب میشود. باور کن. میآید. کمیسر 1 دقیقه. یک مسئله بود. گوش میکنم رفیقان. چی میخواهید؟ کمیسر چنانی که میدانید ما توی داریم. اویلای فطرت از شهر دیربکیر آمده است.
خانه ما خیلی خورد است. پول نداریم که برای اجاره خانه دهیم. وقتی نگاه رو در اینجا کنیم چی؟ این خیلی نمی شود. اگر انگشتانی ها رو من تقدیم کنم پس به شما اجازت میدیم. آقای کمیسر ایست پسرم چی کار میکنی؟ اما از پای کار شود. شما بخیر. من یک شخص رو میکوبم. نامش کارلوس است. در همینجا بوده است. کارلوس؟ یا اینکه سکریاگی کارمندی تعییناتی مخصوص است. اونها در محکمه اند. متاسفانه او را دیده نمیتوانید. التجا میکنم. من عروسچوانده او هستم. روزهای نزدیک خانه دار میشویم. مایلش به این طرف. تشکر. مرحمت اینجاست. کارلوس مهمان آمد. سنم تو در اینجا چی کار میکنی؟ اصلا این سعود رو باید من دهم. بوده اینجا بیا. اینجا بیا. خانم ببخشید دختری مرا ندیده. دختری قد درازی سبزی رنگ. عجب با کجا رفته باشه؟ اما به دیداری دامادتون آمدید؟ داماد گفتید؟ دخترتون در نزد دامادتون. اصلا در اومدن من است. مادامی که آمدید انا به همین راه رفتن گیرید. فهمم. تشکر زیاد. تشکر. این را بینیده باز داماد میگویم. درست باشد. چرا به طرف دوتیتون حمله کردید؟ نمیفهمم. کاری گذشته رو فراموش کن. اکای ساله در دامن ما مرسنم. تا ماجر گفتنی حیوان رو نیا بیمارم نمیشویم. خیر میلش. خودت چی حال داری؟ خوب هستی؟ در خونه وضعیتم بد است. پدرم از خونه برآمدن نمیموند. یعنی تو گریختی؟ به خاطر تو همه کار رو میکنن. آخر آنها پدر و مادر تو هستند. نباید تو روزه افشار قرار دهند. بر تو وعده میدهم هیچ کس ما رو از یکدیگر جدا کردن نمیتواند. باور کن جدا کردن نمیتواند. تو همیشه فکر کردن گیر. شما رو با آسانی جدا میکنم. مادر؟ پدر؟ شما مرا چگونه یافتید؟ دختر جان همیشه از پسر نظارت میکنیم. یکی مصبر اومده روید. خانم جلی عاشق دخترمون رو بینه در پس پنجره در پلیس خانه زندانی است. یگان نامعقوله کرد. بوته این نابکاران کیستند؟ از افتش والیدونی ینگرمون بودگیست. پدرش هست یا راهب است نمیدانم، اما تو سخنهای او را شنیدی؟ پدر التجا میکنم جنگ ندوزید. 2 دقیقه صحبت کرده برمیگردم. نه نمیشود. حاضر میرویم. پدر آقای اکرم مجبور میرویم. چه دارم او را سرده دستش لرد میخورد. آقای اکرم به کارهای من دخالت نکن. راه گرد میرویم. دختر را سرده 2 دقیقه صحبت دختری من است. کاری شما چی؟ دختری ما نباشد. شما کاردار نشد. پسر هم از ماست و دختر هم. باشی دخترم راه گرد میرویم. در اینجا چی گپ است؟ چرا مغل دارد؟ جناب کمیسر دخترم را دزدیدند. عقلت را خورده ای؟ آخر آنها در درونند. چی خیلی دختری تو را میدزدند؟ آنها را کی به درون در آورد؟ زودتر برآیید از اینجا. سنم نگران نباش. سنم از اینجا آزاد میشوم. دیگر جدا کردن نمیتواند. از دیگر جدا کردن نمیتواند. ای برادر یک دم خاموشیست. عذر میخوام کمیسر، ما رو ببخشید که در غضب شدیم. کارلوس ناامید نشو. خودت را به دست گیر. نمودنی با این روزها هم رسیدیم. نصف شب در پلیس خانه شرمنده شده. همین خیلی بود نمی آمدید. با مادرت گپ گردانی نکن. زودتر به ماشین سوار شو. زودتر.
به این حالمو نگرید، شرمندگی است. اینجاست؟ بله اکا، در همین پلیس خونه محکمه. درهای درآمد و برآمدش رو خوب آموزید. فردا اینجا رو به خاک یکسان میکنید. اوستا خشمگین نشود. اگر خبردار نشود خشمگین نمیشود. خبردار شود ما الکی کار را حل میکنیم. بالقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما. خدای توبه، خودش چی گفت؟ خاموش، نازیه قرآن میخواند. باز به زبان عربی میخواند. از کجا آموخته است؟ پدرش به آن نشان داده است. کنیده چیکار میکنید؟ دیگه بگید من برای پدرم میخونم. این شما حق اینو قبیده ندارید. این محمدانو را بینیدن؟ این طهارت دست دادن ممکن نیست. این محمدانو را بینیدن با بیبیش چگونه گپ میزنن؟ به من دید برای پدرم میخونم. مادر چی کار میکنید؟ عجب آدمی شده ای ها؟ بله شدم. هنگامی که آدم دوست داشته‌اش را از دست میدهد حیات را میفهمد. تو چی؟ برای صالح غمگین شده ای؟ چرا غمگین نشوم؟ آخر او شوهری من بود. فریفته تو شدم. از خانه و در و عائله هم محروم شدم. این خلقی بود از او جدا نمیشدی. مادر بس کنید. همش عیب شما بود. سبب جدا شدن پدر مادر شما بودید. از اینجا روید. شما رو نمیخواهم. مرا گوش کن. حاضر زبانی خودت را میبرم. اگر شما نروید من میروم. با کجا میروی؟ کجا میروی؟ من از زیادتر شما میروم. تا این زن از اینجا نرود من نمیآیم. مادر آفرین به شما، آفرین. ایستا دخترم. بیاد داره. باره اکای سواله با کرسی گفتشونی رفته بود. یک نفر باشه سلاح رو به سر یک اسیر گذاشته بود. در خاطر دارم. آنگاه اکای سواله نصیحت کردن را سر کرد. از حدیث آیت های قرآن مثال آورد. سپس از حیات پیغمبر ما شروع کرده بود. بعد از 5 دقیقه چشمان جنایتکار و اسیر پر از آب شد. بسیار گیره کرد. جای نازک را یافته صحبت میکرد. راست گفته بالتا. به دل انسان وارد شده صحبت میکرد. به دل انسان معرفت گفته. انا همین را میگویم. ما باشیم تنها راه زد و خورد را پیش میکنیم. البته اینش هم لازم است. بله. نازه بیچاره هم یتیم بود. دلم برای او میسوزد. یتیم بودن بسیار کاری سنگین است. بسیار مشکل است. شما نمیدانید. پدر داشتن البته دیگر است. قسم میخورم که سایه پدر کافی است. اکا غم نخور. پدر نداری، برادرانی شیری نر داری. برادران عزیز، خدا از شما راضی باشد. اگر شما نمیشدید زندگی دنیا برایم معنی نمی داشت. خداوند از تو هم راضی باشد. نازیه ایست دخترم. ایست نازیه. مادر جان. نازیه ایست. من برای پدرم میروم. اینو بسیار یاد کردم. دخترم حاضر نمیشود. مادر جان آخر من پدرم رو بسیار یاد کردم. به او خوب کردن نمیخواهم. من هم او رو یاد کردم. و تو وعده میدیم که بگو یک جای میرویم. وعده میدیم؟ هر روز میرویم. وعده میدیم. مایلش این خیلی باشد من میویم. ایستا نازیه.
ایستو، من خودم نزد میایم. این دخترم. نازیه ایستو. نازیه ایست دخترم. اگر علم در ثریا باشد، بیشک مردان از اینها آن را به دست آورند. این حدیثی پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است و آن را در حالی گفت که دستش بالای شانه سلمان فارس بود. درستی سخن پیامبر خدا را در خدمت اسلام کمر بستن ابرمردان از نیاگان ما به مثال امام بخاری، امام نسائی، امام ترمذی، امام اعظم، امام غزالی، امام ربانی، ابن سینا، جلال الدین بلخی، شیخ سعدی، خواجه حافظ، میر سید علی همدانی، جامی، بیدیل و دیگر ستاره های درخشان و راهنمای آسمان عرفان اسلامی و تمدن انسانی به اثبات رسانیده جهان معنوی اهل بشر را منور ساختند. آینه عبرت. یار مردان خدا باش. استودیوی همصدا با مقصد رشد معنویات مردم و آموزش حیات عبرت‌آموز بزرگان هر هفته پارچه را از حیات آنها پیشکش شما خواهد کرد. همصدا، همصدای دل شما.